داری؟ این دختر مسخره میکنه. خب آجی وضعتون چیونه؟ جرأت حقیقت چند تا دوست دختر داشتی تا الان؟ یه دونه. من که نگفتم چند تا دروغ میگی. دروغ نگفتم، یه دونه داشتم. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. خب داداش جرأت یا حقیقت؟ زیر نزن. یه خب جرأت یا حقیقت؟ من کلا عاشق حقیقتم ولی خب جرأت انتخاب میکنم. جرأت؟ بپر. جایی نیست، من بودم میپرم. بپر. داداش من جای تو بپرم ولی بعد دو تا داری. دو تا حقیقت. نه دو تا حقیقت نه. یه جرأت دیگه داری. یه حقیقت و یه جرأت. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی نپره. بیام تو این پایینه بپر. نه دیگه بپر همونجا بود. بپر من پریم. اومدی پایین. ای همه میبینن تو. جرأت یا حقیقت؟ دو تا داری. جرأت یا حقیقت؟ برای اینکه من جای تو پریدم. قرار ما همین بود. ضبط شده. من جای تو بپرم ولی بعد دو نه من گفتم اصلا هست که من گفته باشم. من گفتم جای تو من میپرم تو داری یه حقیقت و یه جرأت باید بگی. دو تا حقیقت. نه دو تا حقیقت نه. یه جرأت دیگه داری. یه حقیقت دیگه سر کلاه رفته. حالا ازت میپرسم جرأت یا حقیقت؟ جرأت یا حقیقت؟ ویورره بچه‌ها ویورره نگاه کنید همینقدر بس هست. سلام دست کن بده. یوپس من نظرم عوض شد. بیا بگیریم ویدیو رو. اصلا جهنم زدم فیلم میگیرم به همین بهونه از دوستانی که دارن ساز میزنن. بگو جرأت یا حقیقت؟ یعنی من باید بگم یعنی تو بگو جرأت یا حقیقت؟ جرأت. خب ما قرار است تو برسم. نه تو انجام ندی کار تو. پس من جرأتی؟ نه گفتی جرأت که باش. مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ نمیتونی بگی هر دوش چون امکان نداره. مامان تو؟ نه کلمه‌ای که من گفتم بود که نگویی. مامان خودتو دارم. پدرم. بخوای بگی من مادرم همزمان بیشتر یا هیچ کس بیشتر نیست. حقیقته. تو دنبال حقیقتی. من یه بار پریدم پامم واقعا درد میکنه که این بپره که این نپره. من کانت درست کردم شما نه. بگو یه چیز جنجالی بگو عمم مثلا کانت بگو مثلا نه تو جرأت چی داری بپری؟ نه عکس نمیگیری فیلم ولاگ کنم. مرسی. جرأت حقیقت؟ جرأت باشه. یه برو همینو برو بالا دوباره بپری. این همین صخره هر کمیه همینو بنداز. ماشاءالله همچنان یه بوز رو نگاه میکنیم. نه شما بوزی. سنگچه خیلی قشنگه. خیلی سنگچه همون بالا آره خیلی هم راحت از این هم راحت سنگچه که سخته فیلم بگیم واسه تامنیل. بگو کسی نمیشته. چی بگم؟ جرأت یا حقیقت؟ خیلی زشت میشه. سوال خیلی زشتی دارم. خیلی زشت. نه بپرس. جرأت یا حقیقت؟ تا الان چند بار خواستی که درس بخونی؟ واقعا شاید 10. ولی بعضی از درس‌ها خیلی آسونه برام. مثلا من زندگی ناممو نگم من کیم. بده دیگه بده. چرت و پرت سوال جنگ. من نمیگم که فکر کنم. من نگفتم فکر نکن. میتونستی استوب کنی قشنگ فکر کنی بعد بگی. خب داداش جرأت یا حقیقت؟
داش ول کن حقیقتو بگو دیگه. خجالت دیگه نمیگم بپر، یه چیز دیگه میگم. حقیقت حالا شده میخوای خودتو بکشی؟ نه خودش. سر قبریم. نوبت کی بود؟ نوبت من بود یا تو؟ تو بپرس. آره نوبت تو بود. جورالی حقیقت. مارمولک گولی من گولی. Nope. بچه منظره رو نگاه کنه چه ویویه. ویو داره. یکم باید باشه ویوی نرسه. جورالی حقیقت. جورت. خب اینجا خیلی جای خوبی اتفاقا. پاتو بذار رو اون. نمیخوام بپری. پاتو بذار رو اون بعد برو پایین. میتونی بریم. مثلا سینماتیک از بغل. بتمنی تو. حس بتمن. حالا من گفتم. گفت جرأت. آیا شما خودت هم میتونی همین کار انجام بدی؟ من یه بار برات انجام دادم ولی تو انجام ندادی. اصلا جهنم. من انجام میدم ولی باید قول شرف بدی که بعد اینکه من انجام دادم دیدی شد نمردم تو بیای انجام بدی. نه. قول شرف خوب. من اون سری هم قول ندادم. قول نداری. میخوام الان قول بدی. آقا من نمیتونم. شاید ترس از ارتفاع دارم. فکر کنم عمو دعواش کرد. آدم بعد اتفاق مختلف بیفته براش دیگه. من الان میرم از اون آقای عباس بهشم توضیح میدم. درو من نمیرم ولی جاش گفت فرهنگمون چی میگم ایرانه دیگه. بس فرهنگمون. دوستان نگاه کن یه چیز کاملا عجیب که فکر کنم تا به حال حتی ندیده بودید. اینو نگاه اینقدر اینجا اونجا رنگش رفته. جالبه. اون برش نگاه کن پشتشه. ها پشتش هم رنگ نداره. راست میگی. جالبه. خب الان ما میخوایم بریم اون عمارت گنده. ببین صداش سگام. بله بیایم جذاب کانتنت. یکم بلند بگم. توی سگا بازن. غلط کردم داره به ما پارس میکنه. ما رفتیم خداحافظ. باشه بابا باشه نیومدم بابا. آجی ما میخوایم یه راه برگشت پیدا کنیم ولی نمیتونیم. ببین ما رو از کجا آورده ما رو از این ها من پیشنهاد دادم راستی میخواستیم بریم اونجا دیدیم چند تا سگ کجا باید بریم؟ بچه‌ها میشه کمکمون کنین؟ تو کامنت ها بگین. نه من لحظه جدایی. این اولین ویدیوی ما بود. لطفا ما رو ساب و لایک کنین، کامنت های مثبت بذارین تا ما انرژی بگیریم ویدیوهای بیشتر براتون شاید بازم گذاشتیم. برم. بای بای.